من فرباد جعفرپور هستم، عکاس فشن و تبلیغات و همینطور مدیر هنری پروژه های فشن و تبلیغاتی. داستان رو راستش فکر میکنم از بچگی باید شروع کنم. من تو خونه‌ای بودم که نقاشی خیلی بود. پدرم هم نقاشی رو خیلی دوست داشت. نقاشی جزئی از من شد، جوری که تو نقاشی‌ها خیلی غرق می‌شدم و حتی گاهی پیش می‌اومد که اصلا از نقاشی خودم می‌ترسیدم. این مسیر با شروع دبستان یه مقدار به سمت بازیگری رفت. علاقه خیلی زیادی به تئاتر و سینما پیدا کردم و به خصوص بازیگری و تو گروه‌های بازیگری دوران دبستان همیشه بودم. کلی اجرا داشتیم و شاید از روزی که یادم میاد موضوع هنر و بودن تو فضای هنری واسه من از همه چی جذاب‌تر بود و خوشبختانه خانواده‌ای داشتم که خیلی حمایت می‌کردن از این قضیه. هیچ مشکلی با این داستان نداشتن، به خصوص پدرم خیلی حامیم بود. و بعد از علاقه به رشته مکانیک خودرو و تربیت بدنی که خب خیلی ورزش و تربیت بدنی دوست داشتم، تصمیم گرفتم سمت هنر برم. برای رشته نمایش تو هنرستان صدا سیما اقدام کردم. تو مرحله اول قبول شدم. بخش دومش تست بازیگری بود که از اونجا تقریباً ماجرا همه جوره عوض شد. یه برگه‌ای رو به من دادن برای تست. نگاه کردم دیدم که خیلی فیلمنامه بلندی نیست و خیلی راحت حفظ کردنش. افتادش به پنجشنبه و جمعه. شنبه هم تست بود. من این برگه رو گم کردم و خب اون دو روزم تعطیل بود. شنبه صبح رفتم این فیلمنامه رو با یه بیچارگی از سرایدار اونجا گرفتم. خب تا بخوام اینو حفظ بکنم و اینا واقعا این اتفاق نتونست به شکل خوبش بیفته و پدر مادرم باید می اومدن اونجا توی آمفی‌تئاتر تست رو میدیدن که دیگه در واقع فاینال قضیه بود که میتونستیم انتخاب رشته بکنیم و من رشته نمایش رو انتخاب کرده بودم. نتونستم اون تست رو خوب پاس بکنم بخاطر اینکه اصلا کلمات یادم نمیموند و خب خراب کردم. اما بعد از این داستان پدرم رفت صحبت کرد، چون آدم خیلی خوش صحبت و صمیمی بود، خیلی خوب میتونست ارتباط بگیره و طرف رو راضی کرد به این که من رو بپذیره و شرایط رو توضیح داد. ولی خب گفتش که من نمیتونم این رشته رو بذارم چون پر شده با این وضعیت، ولی رشته‌های دیگه هست. رشته‌های دیگه گرافیک بود و رشته پشتیبانی صحنه که خب من اونجا طراحی کردم، دید مثلا طراحی بد نیست و اینا. گفتش که خب، گفتم می‌خوام برم گرافیک. گفتش که گرافیک پره نمیشه و خب رشته پشتیبانی صحنه رشته بود که خیلی آشنا نبود، آدمای کمی رفتن سمتش، تقاضا کمتر بود. من سوق داده شدم به سمت رشته پشتیبانی صحنه که ترکیبی بود از رشته‌های طراحی صحنه، لباس و گریم. تمام بچه‌هایی که تو هنرستان بودن با اینکه بعضاً مدارج عالی دارن از لحاظ تحصیلی، با هر کدوم که صحبت می‌کنی بیشتر از همه سعی میکنن که روی اون دوران تمرکز بکنن، بگن که از بچهای هنرستان هستن، چون فکر میکنم که هنرستان خیلی عجیب غریبی بود با اساتید، واقعا من معلم اسم اونا رو نمیذارم، اساتیدی بودن که خیلی ما رو شکوفا کردن، اصلا ذهنیت ما رو عوض کردن و باعث شدن که اصلا هر کدوم از این بچه‌ها مسیر خاص خودشونو برن. خب من یه ذره وارد بازار کار شدم در اون دوران، همکاری با صدا سیمای بخشایی کار کردم، با شبکه جام جم و تو بعضی از پروژه‌های تئاتر، پروژه‌های در واقع کوتاه مستند با انجمن سینمای جوان ما همکاری کردیم و خب رشته‌ای بودش که اون زمان خیلی علاوه تحصیلی شرایطش فراهم نبود در دانشگاه. خیلی اتفاقی من رفتم در یکی از شعب نمایندگی کنون تو ایران تو تهران کار کردم. یه 2-3 سالی اونجا بودم و حدود 7 سال این اتفاق طول کشید تو در واقع برندهای کنون، پاناسونیک، نایکون و برندهای این شکلی و دوباره شروع کردم به در واقع عکاسی کردن و خودم رو آپدیت کردم و دیدم که رشته عکاسی تبلیغات و پورتره رو خیلی دوست دارم. شرایطی هم بودش که اون زمان مثل الان نبود که یوتیوبی باشه، اینترنت به این شکل پیشرفت نکرده بود، کانتنت های خوب وجود نداشت و کتاب‌هایی هم به عنوان رشته بروزی مثل عکاسی تبلیغاتی تقریبا وجود نداشت. یعنی یه سری کتاب خیلی بیسیک بود درباره نورپردازی که خیلی مقدماتی بود. دیگه شروع کردم به کار کردن با پروژه‌های مختلف و یه سری تجربیات این شکلی
و اولین استودیو خودم رو در واقع تأسیس کردم با پروژه‌های کوچیک، تا اینکه مسیر به سمتی رفتش که عکاسی تبلیغاتی بیشتر پروژه ازش گرفتم و یه مقداری هم چالش‌ها و مسائل عکاسی ودینگ مقداری خستم کرد، دوست نداشتم اونجا کار بکنم و بعدش ادامه تحصیل دادم در رشته عکاسی تبلیغات. منتها این بار دیگه تنها باری بودش که این رشته رو واقعا همون چیزی که می‌خواستم اتفاق افتاد. خیلی علاقم به این سمت بود که بیام تو عکاسی فشن، ولی خب به نظرم عکاسی فشن یه شرایط خاصی میخواد، یه لایف استایلی میخواد، خیلی باید همه چی جور باشه تا شما بتونید تو اون فضا کار بکنید. خیلی اتفاقی من وارد یه پروژه‌ای شدم از طریق دوباره عکاسی تبلیغاتی و عکاسی کامرشال در واقع با برند سلبون، که یک پروژه از در واقع پروداکت‌های برند سلبون رو ما کار کردیم که شروع زمانی بودش که برندهای پوشاک داشتن شکل می‌گرفتن، واردات حذف شده بود و یک شرایط و تغییرات عجیب غریبی داشت اتفاق می‌افتاد. خورد با داشتن نمونه کارهای این شکلی با برندهای دیگه کار کردم و آشنایی من با آکادمی و خود آقای جهرومیان و تدریس توی دوره‌های آکادمی باعث شدش که من دوباره یه مقداری بیشتر به سمت فشن بیام و کم کم شروع کار من بود با برندهای مختلف مثل چرم مشهد، مثل دنیلی، هکتاتون و هومل رو کار کردیم. بعداً برند هاکوپیان رو خیلی جدی شروع کردیم، هم برای در واقع بخش سوشال میدیا و همینطور ای کامرسش که تقریبا ای کامرسش رو با گروه ما استارت زدن. نزدیک به 3 سال ما با هم همکاری کردیم و یک حجم زیادی از کاری، چیزی هولوش شاید 10,000 فریم عکاسی کردم برای هاکوپیان و در واقع مدیریت هنری هم تا حدی اونجا یه ذره شکل گرفت که در واقع پروژه رو ما ران می‌کردیم، کل اتفاقات، جمع‌آوری پروداکت، برنامه‌ریزی، کاتگورایز کردنش، طراحی عکاسی برای ای کامرس و رسیدیم به یک شکل منسجم و درست برای این برند. بعد از اون دیگه با برندهای دیگه مثل دورسا کار کردم و در واقع اینجا نقطه‌ای بودش که قبل از این که بخوام از ایران برم و یه سری تجربه این شکلی داشته باشم، با خیلی از برندهای بزرگ هم مثل شرکت ابراهیم و خیلی شرکت‌های دیگه تو صنایع مختلف کار کردم و خودم خیلی عاشق چالش بودم. یعنی اصلاً دوست نداشتم تو یک شاخه بمونم. عکاسی پورتره، عکاسی برای مجله، عکاسی سینما این وسط خیلی پیش اومد انجام دادم، فیلم‌های کوتاه، تئاتر، فیلم سینمایی، تلفیلم و کارهای گرافیکی، فیلمبرداری همینطور، فیلمبرداری تیتراژ، عکاسی برای ایونت ها، عرض به حضورتون ودینگ و تقریبا تو تمام شاخه‌ها کار کردم. دوست داشتم این چالش رو و خیلی کمکم کرد تو شاخه‌های دیگه هم بتونم مدیریت داشته باشم، از عکاسی پورتره تو فشن استفاده کنم و خیلی سعی کردم که آکادمیک این رشته رو یاد بگیرم، جزئیاتش رو بدونم و با صنعت و بازار در واقع تبلیغات، صنایع مختلف و همینطور در پایان فشن آشنا بشم. روابطم رو صرفاً از در واقع عکاسا جدا کردم و اومدم با بازار و افرادی که مثل مدیران مارکتینگ، مدیران هنری، مدیرای پروژه، اونرهای برندها و روابط‌های این شکلی رو شکل دادم که در واقع یک تفاوت بزرگی بودش اینجا و تونستم با بدنه اصلی فشن در ایران بیشتر همکاری کنم. ولی به عنوان کسی که تو این حوزه فعال هست خیلی دوست داشتم که به عنوان یک آدمی که در سطح بین‌المللی کار میکنه شناخته بشم و تجربیات این شکلی داشته باشم و اینکه صرفاً به ایران محدود نشم و اینکه حتی بتونم این سری تجربیات رو در واقع وارد بکنم، اجرا بکنم. تصمیم گرفتم که در واقع شروع بکنم برم یک شرکتی رو در امارات ثبت کردم و هلوش 2-3 سال پیش ما شروع کردیم اونجا کم کم به راه اندازی یک استودیو، شروع کردیم با برندهای مختلف کار کردیم و ورود منم در واقع با ورود به فشن شوهای امارات بود از طریق دوستانی که داشتم و روابطی که تونستم ایجاد بکنم و خب سختی بسیار زیادی بود چون اولا به راحتی ما رو ورود نمیدادن، دوم به هر حال روابطی در هر کشوری برقراره که ورود بهش کار راحتی نیست، ولی با واقعا تلاش، با سماجت و حضور دائمی به هر نحوی در این فشن شوها جای خودمون یه ذره باز کردیم، روابطی ایجاد کردیم، تونستیم با بسیاری از طراحا مثل مارتین المصری،
سینکو و افرادی از این دست همکاری بکنیم، رانوی هایشون رو در واقع به صورت رسمی کاور بکنیم. پشت صحنه ها بودیم، عکاسی‌ها رو انجام دادیم، عکاسی ادیتوریال یا عکاسی‌هایی که برای برندهای اینها بود. همینطور بخش‌های دیگه‌ای که مرتبط به مجلات یا به عنوان عکاس فشن و در واقع کارگردانی. تقریبا بعد از این سالایی که کار کردم احساس کردم که دیگه رسیده وقتش که شروع کنم یه ذره پروژه شخصی خودم رو داشته باشم، چیزایی که تو ذهن خودم، ایده های خودم رو. و پارسال در واقع سال 1402 اولین پروژه شخصیم رو استارت زدم که ایده شخصی خودم بود. یک تیمی رو آماده کردم. پروژه سختی بود، سعی کردم پروژه 6 ماه روش کار کردیم، روی سناریوش، داستانش و یک پروژه داستانی رو در واقع در 4 فصل استارت زدیم که با یک تیم حرفه‌ای همکاری کردم. سعی کردم تمام اتفاقات رو حرفه‌ای جلو ببرم و این آدما دستمزد حرفه‌ای خودشون تا حدودی که میشد بگیرن، از تدارکات گرفته، تیم فیلمبرداری، گیریم، طراح صحنه که کمتر تو پروژه‌های فشن هست و سعی کردم افرادی که تو سینما کار میکنن رو بیشتر تو فضای فشن بیارم تا بتونیم در واقع یک صنعت نوپایی رو یه ذره حداقل مایی که توش کار کردیم تا جایی که میتونیم در توانمون هست پیشرفت بدیم و یک جایی از این صنعت رو بگیریم. پروژه جذابی شد. البته هنوز لانچ نشده ولی خب میتونیم تو این ویدیو بخشش رو با هم ببینیم. پروژه هایی که الان در واقع پروژه جاری باشه، 2 تا پروژه اخیر ماست که یکیش برای پروژه برند دنیلیه که پروژه خیلی جذابیه واسه خود من که ما تو 2 تا پروژه در واقع تا اینجا انجامش دادیم و برای اولین بار که احساس می‌کنم در پروژه فشن یک اتفاق درستی در مورد استفاده از هوش مصنوعی افتاده. در واقع از طریق هوش مصنوعی فضاسازی انجام شده بود با تمام جزئیاتش بر اساس هر کدوم از پروداکت هایی که در واقع تو اون کالکشن طراحی شده بود و قرار بود ارائه بشه قبل از اینکه اصلا این پروداکت ها داخل استورا بره. بعد از این داستان بریفینگ ما طراحی کردیم، چالشاش رو در نظر گرفتیم، چون موضوع نورپردازی و قرار دادن کفش‌ها با نورپردازی، یک کالر گرید درست و لحاظ پرسپکتیو و فرم و ارتفاع و جوری که دقیقاً این پروداکت ها تو اون فضا بشینه چالش اصلی این کار بود. ولی خب با توجه به این که من و همکارم امیر شیرازی که تو این پروژه با من کار میکرد خیلی روی نور و استفاده درست از لنز و تخیل و تصور قبل از گرفتن عکس دقیق بودیم، به خاطر تجربه قبلی ما در مورد عکاسی کامرشال و پروداکت خیلی خوب تونستیم پروژه رو دقیق اجرا بکنیم و تو خروجی خیلی کار ترتمیزی در بیاریم. همینطور تو بخش فوتومونتاژ خیلی خوب این کارا نشست که کار دوست عزیز من امیر بود و در نهایت خیلی خوبم کار پروموت شد. پروژه دیگه‌ای که داشتیم پروژه دورسا بود که به خاطر پیشینه ما در مورد عکاسی پروداکت و عکاسی در واقع کامرشال و جنس نورپردازی و به خاطر اینکه خب من شاید خیلی اتفاقی با برندهای کار کردم که بیشتر تو حوزه کیف و کفش بودن و متریال های چرم، خیلی با این پروداکت ها کار کرده بودم. برند دورسا پیشنهاد همکاری داد برای یک پروژه متفاوت برای کالکشن زار که طراحیش بر اساس مراسم زار در قشم بود و باز تقریبا بریف خوبی ما داشتیم و بر اساس اون من خیلی دوست داشتم که تو این پروژه حتما ما از فضاسازی و طراحی صحنه استفاده بکنیم که با دوست عزیزم که باز از بچه‌های هنرستان بود، امیر سرافرازیان که طراحی صحنه تئاتر و سینما و همینطور تیزرهای تبلیغاتی، ویدیوهای تبلیغاتی کار میکنه، احساس کردم که میتونیم یک همکاری خوبی رو با هم داشته باشیم و من خیلی دنبال این بودم که موضوع طراحی صحنه رو توی پروژه‌های در واقع عکاسی و فیلمبرداری وارد بکنم. احساس کردم که اینجا میشه در واقع اون زمانیه که میشه این کار رو انجام داد. با امیر صحبت کردیم، پروژه رو بهش توضیح دادم، تصمیم گرفتیم که از خود در ستارگان که در واقع لوکیشنی هستش که این مراسم ازش میاد الهام بگیریم، بریم تو فضای ماکت سازی. با یک نسبت 1:100 این ماکت رو ما ساختیم با تمام چالش‌هاش، سختی‌هاش، جزئیاتی که داشت و یک چالش جدیدی بود. واقعاً درس‌های زیادی ما از این پروژه گرفتیم که اصلا نسبت‌ها رو چه کنیم، تو تصویر چه اتفاقی میفته، چقدر باید جزئیات داشته باشه یک ماکت یا صحنه و مود رو چجوری ما بتونیم تو اون فضا ایجاد بکنیم، هم از لحاظ نورپردازی و هم از لحاظ
در واقع رنگ بندی، جاگذاری یک محصول اونجا و نسبت‌ها و مقیاس، استفاده از لنز و مسائل دیگرش که یکی از این مسائلش میشد خود موضوع نورپردازی و استک کردن این در واقع عکاسی‌ها که خب کار ساده‌ای نبود. اومدیم بر اساس روزهای مختلف، تایم‌های مختلف از روز مثل روز، گرگومیش و شب پروداکت ها رو بر اساس رنگشون جاگذاری کردیم تو این فضا که اتفاق خیلی خوبی افتاد. خیلی زمانگیر شد، خیلی پرچالش بود، ولی در پایان فکر میکنم که به خروجی خیلی تمیزی رسیدیم و کلا من احساس میکنم که هر چقدر ما بتونیم با شرکت ها، با برند های حوزه فشن همکاری دقیق‌تری داشته باشیم، ارتباطی نه از جنس سفارش، از جنس دوستی، از جنس همکار بودن و ارتباط دقیق‌تر، صمیمیتر، نزدیکتر و دونستن مسائل همدیگه، فکر می‌کنم بتونیم پروژه‌های خیلی قوی‌تر رو در سطح بین‌المللی انجام بدیم، بودجه‌های بیشتری رو اختصاص بدیم و کارهای جذاب‌تری رو رقم بزنیم. از اینجا به بعد بیشتر تصمیم دارم که از پوزیشن عکاس فاصله بیشتری بگیرم، بیام رو بخش مدیریت پروژه و در واقع مدیریت هنری پروژه ها با تیم های بزرگتر، پروژه های عظیمتر، کارهای جذابتر، متفاوتتر و در واقع ذره تو بخش ایده پردازی، تو همکاری تنگاتنگ و بیشتر با شرکت های فشن بتونم پروژه بزرگتری انجام بدم و از هر طریقی، یعنی اگر فکر میکنم یه شخص دیگه بهتره تو پروژه بیاد بیارمش، نه لزوما در قالب عکس با دید عکاسی فکر نکنم. این اتفاق چند ساله که شروع شده و فکر میکنم که اینجوری میتونیم کار بزرگتری بکنیم. اوکی؟ خسته نباشین. امیر جان خسته نباشین. مرسی ازت. آقا شما باید بیا با کنید فکر کنم.